وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث و گفتگویمان در قاعده لطف بود. البته این بحث از اینجا نشأت گرفت که آیا علم کلام از معدات اجتهاد هست یا از معدات اجتهاد نیست، که ما عقیده بر این داشتیم که علم کلام هم از معدات اجتهاد هست. بحث منجر شده بود به قاعده لطف. قاعده لطف رو تعریف کردیم و عرض کردیم که اکثر معتزله و همچنین امامیه قائل به قاعده لطف می باشند، اما اشاعره مسئله لطف رو قبول ندارد. امروز یه بحث جدید در رابطه با قاعده لطف داریم که تکمیل کننده مباحث مربوط به قاعده لطف میشه و اون اقسام لطفه. به بحث امروز هم خیلی دقت داشته باشیم. لطف به اعتبار بهره‌گیری مکلف یا عدم بهره‌گیری مکلف دو قسم می شود. خب آقای فیاض، ما لطف رو چه معنا کردیم؟ کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. دقت کردیم؟ حالا این تقسیمی که میخوام عرض بکنیم اینه که آیا بنده از اون لطف و تفضل خدا استفاده میکند یا استفاده نمیکند. پس لطف به اعتبار بهره‌گیری مکلف یا عدم بهره‌گیری، عدم بهره‌گیری مکلف دو قسم می شود. یک، لطف محصل. لطف محصل عبارت است از کاری که مکلف آن را انجام داده تا به واسطه آن اطاعت و بندگی خدا تحقق پیدا می کند. البته طاعتی که برخاسته از اختیار مکلف است. به عبارت دیگر، هرگاه مکلف از الطاف الهی بهره بگیرد و در سایه لطف الهی تکلیف را انجام دهد، آن را لطف محصل گویند. پس معنای محصل یعنی
بفرمایید تحقق یافته، تحصل یافته. اما لطف دوم لطف مقرب است. لطف مقرب آن اموری را گویند که تنها سبب تقرب و نزدیکی عبد به طاعت و بندگی می شود. اما مکلف اون امور را با سوء اختیار خود محقق نسازد، ولی از آن جهت که زمینه هدایت را فراهم کرده، از این جهت به او لطف مقرب گوید. وجه اشتراک این دو لطف داعیگری این دو می باشد. خب اگر یادتون باشه ما در تعریف لطف گفتیم که لطف باعث نمیشه که آدم ملزم به کار بشه و اختیار را از انسان سلب کند. هر دو حالت داعی و انگیزه را در انسان ایجاد میکنند. حالا گاهی اوقات این داعی و انگیزه به مرحله عمل میرسد، بهش میگیم لطف محصل، یعنی لطف خدا به مرحله تحقق رسیده است. اما گاهی اوقات نه، این لطف به مرحله تحقق نمیرسه، فقط جنبه هدایتگری داشته اما به مرحله عمل نرسیده باشد. به این لطف میگن لطف مقرب. این یک تذکری بود که در رابطه با مسئله لطف باید عرض میکردیم. اما در رابطه با ادله لزوم لطف که آیا اساساً لطف بر خدا واجب و لازم است یا لطف بر خدا واجب و لازم نیست. اینجا از کردیم دو تا عقیده وجود دارد. معتزله به امامیه قائل به لطف هستند اما اشاعره نیستن. دقت فرمودید؟ منتها قبل از اینکه ادله دو طرف رو بگیم یک تذکر لازم رو یادداشت بفرمایید. منظور از وجوب و لزوم لطف بر خدا چیست؟ خب آیا همین دقت کنید؟ شما میگید معتزله به امامیه قائلن که لطف بر خدا لازمه، درست شد؟ اما اشاعره میگن نه، اصلا لطف بر خدا واجب نیست. ما در چه مرحله هستیم که تکلیف برای خدا مشخص بکنیم، بگیم چی بر خدا واجبه چی بر خدا واجب نیست؟ اینجا یک بزنگایی وجود داره که اگر دقت روی اون مسئله نشه بحث به انحراف کشیده میشه. و اون مسئله چیه؟ مل مراد من اللزوم، مل مراد من الوجوب. این که شما میگه لطف بر خدا واجبه چیه؟
دقت که عزیزان گاهی اوقات دقت روی موضوع نمیشه، از برخی بزرگان یه سری مسائل سر میزد آدم تعجب میکنه. دوستان اگر بحث اراده و طلب رو در کفایه ملاحظه کرده باشید، بله، اونجا یه بحثی کشیده میشه، مرحوم آخوند میگه اراده هر بنده ای زیر مجموعه اراده خدا میباشد. هی این بحث رو ادامه میده میگه اگر این باشه بنده هرچه اراده میکند قبلش اراده خدا میباشد، پس دیگه عذاب گناهکار چه معنا دارد و ثواب مطیع چه معنا دارد؟ یادتون از اون تعبیر مرحوم آخوند چیه؟ میگه چون قلم به دینجا رسید سر بشکست، دیگه من حق اظهار نظر ندارم، چون خدا اراده کرده ما هم اراده داریم میکنیم. بعد همونجا میگه حضرت آقای آخوند دیگه سر از جبر در میاره. دقت کردین؟ اما حرف اشاعره میشه، میگه من تا اینجا تونستم پیش بیام، من بعد دیگه غلبم توانایی نوشتن مطلب نداره. اونجا محققین بیان میکنن که جناب آخوند و دیگران خدای متعال اراده نمی کند بر اراده عبد. به عبارت دیگر اراده خدا زیر مجموعه اراده الله نیست که تا ندیشه بشه جبر، بلکه اراده بنده زیر مجموعه علم خداست. خب کن دقت، آیا خدا علم دارد که فلان بنده فلان روز اراده کار خوب میکند یا اراده کار بد میکند؟ این یه جور عنوان دادن به بحثه. یه وقتی اینی که بگیم خدا اراده کرده عبدش فردا اراده ثواب بکند یا اراده گناه بکند. گرفتید دو بحثو؟ خدا میداند. بفرمایید. از این بحثی که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن، اونجا یک نکته وجود داره. خب تخلف اراده هست مراد. ما در همین راز میکنیم. حال دیگه خب وقتی که اراده کنه و مراد تحقق پیدا نکنه، خب حالا شما تخلف الاراده و المراد. خب اجازه نمیدید ما بحث ما تکمیل کنیم دیگه. آیا بحث در این است که خدا اراده کرده است که من عبد اراده کنم کار خوب را، یا خدا علم دارد که من بنده اراده میکنم کار خوب را؟ اگر ما بگیم خدا اراده کرده است که من بنده اراده کنم کار خوب را، پس اراده من بنده میشه مراد خدا و تخلف اراده و مراد از هم محال می باشد. خب میگه اگه این شکلی بحث رو پیش بکشیم سرانجام میرسیم به این که قلم چون به دنجا رسید سر بشکست، دیگه من بیش از این نمیتونم اظهار نظر بکنم. محققین آمدن به مرحوم آخوند گفتن جناب آخوند هیچ کس نمیگوید خدا اراده کرده است که عبد فلان اراده را بکند که سر از چی در بیاره؟ جبر در بیاره، بلکه در علم کلام ثابت شده که خدای متعال علم دارد. دقت کردید؟ علم دارد که عبد اراده کار خوب میکند یا اراده کار بفرمایید بد میکند. اینا فرمودید؟ پس اگر ما بگیم اینجا میخوایم ملازمه برقرار کنیم بین اراده عبد و علم الهی، هیچ سر از جبر در نمیاره. مثال بزنم بلا تشبیه
یک استادی که سالیان سال داره یک موضوع رو تدریس میکنه، 5 تا شاگردی که بیان سر کلاسش همون روز اول میداند که 2 تا از شاگردان موفق میشن، 2 تا از شاگردان موفق نمیشون. این نه اینکه استاد اراده کرد که 2 تا موفق بشن 2 تا موفق نشن که سر از جبر در بیاره، بلکه علم دارد. این علم داشتن، بله، علم داشتن معناش مجبور کردن عبد نیست. غرض این که گاهی خود چون بعضی مواقع اصل موضوع خوب تحلیل نمیشه، بزرگ مثل مرحوم آخوند به اینجا میرسه که چون اراده عبد، بله، میشه مراد خدا و تفکیک بین اراده و مراد الهی چیه؟ محال است. پس اگر خدا اراده کرده باشه یکی خوب بشه خوب میشه، اگر اراده کرده باشد که فلان عبد اراده کنه بد بشه بد میشه. بعد سوال میکنه این زمان جبر اشعری شما چی میگید؟ میگه چون قلم به اینجا رسید سر بشکست. اما انجا بگیم نه آقا، بحث روی طلب به اراده دقت کردیم نیست، بحث روی چیه؟ علم و اراده عبده و بین علم و اراده عبد هیچ منافاتی وجود ندارد. شرمنده استاد، این یعنی جواب از اشکال نیست، فرار از اشکاله. چرا؟ علم خدا با اراده خدا فرق میکنه، اراده جز افعاله. خب من میخوام خدا علم دارد که عبد فلان اراده رو میکند، این چه اشکالی داره؟ و این علم خدا که خدا علم داره، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این علم غیر از اراده است. شیخ خانم گوش بده، حذف بکن بحثا. بله میدونم. خب اراده تشریعی هست، اراده تکوینی هست. از بکنم هر چی باشد اراده خدا، اذا اراد الله شیئا ان یقول کن فیکون باشه. دقت کردید ما بحث روی اراده الهی نداریم اینجا، روی بحث روی چی داریم؟ خدا یک کاری اراده بکنه جز علم خدا هست یا جز افعال خدا هست؟ نه، ببین اراده خدا جز افعال الهیه. پس اراده جز افعال باشه پس نمیتونی بگی خدا علم داره پس جبر لازم نمیاد. خدا علم دارد که بنده چنین کاری اراده میکند، این سر از جبر در نمیاره. و این اراده چجوری سابقه داره؟ عرض میکنم علم خدا، فهمید؟ علم خدا با مجبور بودن اصلا سازگار نیست. نه، علم خدا علم دارد که بنده با اختیار خودش کار خوب انجام میده و بنده با اراده خود اختیار خودش اراده کار بد میکنه. درسته استاد، این درسته. خب علم خدا بله درسته، مجبور از خدا علم داره، خوب مجبوره. در اینجا یک اشکال دیگه من خدا علم داره پس تخلف معلوم از عالم محال دیگه. نه ببین معلوم چیه؟ اجازه بده. خدا عالمه پس معلوم چیه؟ معلوم اختیار عبده، اراده عبده. خب در اون موقع که فقط خدا بوده معلوم چی بوده؟ از میکنم خدا علم دارد که عبد با اختیار خودش کاری رو اختیار میکنه. پس معلوم کیه؟ انتخاب اختیاری عبده. اینا فهمیدید؟ اشکال خیلی دچار میشه استاد اگر بگیم معلوم همون یعنی افعال مکلفین بگیم. خب زمان خدا بوده مخلوق نبوده. آقا اون از میکنم بحث در این که آیا علم خدا علم بسیط، علم خدمتتون از کنم که تفصیلی، اون بحث جای خودشه. شما علم خدا رو جوابی که شما میفرمایید استاد اصلا این جواب نیست اصلا. خیلی خوب یه مقدار اراده از مراد محاله بعد بگیم اصل راهی علم خدا بیم جواب بدیم. بله این فرار از اشکاله. خب یه مقدار تأمل بفرمایید ببینید که فرار از اشکاله. بله نه تأمل نفرمودی، چون اگر بگیم خدا اراده کرده است که عبد چنین اراده‌ای داشته باشد فرض جبر در میاره. اما اگر بگیم خدا میداند که شخص با اختیار خودش کار خوب را انتخاب میکند و یا شخص با اختیار خودش کار
بد رو انتخاب میکند، اینجا سر از جبر در نمیاره. خب اون مسئله وقتی گفتیم به بحث علم اصول داشته. تو ما نحن فی هم آقایان معتزله و آقایان امامیه که قائل به لطفاً، با اشاعره میگن نه اصلا لطف بر خدا معنا نداره، چون اشاعره الان میگیم یک از اشکالاتی میکنن، میگه شما نمیتونید میگید بر خدا واجبه چنین کاری رو انجام بده، ما چیکاریم که برای خدا تکلیف مشخص بکنیم. اینجاست که گفتیم باید مقصود از وجوب مشخص بشه که منظور اینکه میگه لطف بر خدا لازمه، لطف بر خدا واجبه، منظور از این وجوب چیه؟ اگر این خوب تحلیل بشه بعد میفهمیم که آیا قدرت و قوت با کدامه؟ آیا قدرت و قوت حرف قدم معتزله امامیه است یا حرف اشاعره است؟ یادداشت بفرمایید. ما دو جور لزوم و وجوب داریم. یک لزوم و وجوب فقهی، که اصطلاحاً میگویند انجامش واجب و ترکش حرام. بله، وجوب فقهی همین معنی میکنیم دیگه، که اگر شخص بیاد ترک کنه مستحق عقاب میشود و اگر انجام بده مستحق ثواب میشه. این وجوب میگم وجوب بفرمایید فقهی. دو وجوب و لزوم عقلی. منظور از وجوب عقلی یعنی کاری که در شأن خداوند تبارک و تعالی است و ترک آن از ذات ربوبی محال است، از باب ملازمه ای که میان کمالات وجودی حضرت حق است که ترک آن کمال بر خداوند محال است. آیا همین گرفتی مطلب رو؟ و مقصود از لزوم لطف بر خدا لزوم عقلی است نه لزوم فقهی. خب اراد کنید شما از کمال مطلقی مثل الله و تبارک و تعالی انتظار عقل دارید یا ندارید؟ میگیم عقل بر خدا چیه؟ واجبه. منظور واجب چیه؟ وجوب فقهی نیست. دقت کردید؟ یعنی از این کمال مطلق غیر از این انتظار نداریم. یعنی وقتی چیزی کمال مطلق است این بارش جود و کرم باید ازش باریده بشه. پس معنای لزوم لطف بر خدا این نیست که ما داریم تکلیف میکنیم بر خدا، میگه خدایا باید انجام بدی یا ترکش بر تو حرام میباشد. منظور ما از لزوم لطف بر خدا لزوم و وجوب فقهی نیست، بلکه چیه؟ که اگر نباشد قبیحه. مثلا شما بلا تشبیه شما از خورشید چه انتظاری دارید؟ بله؟ شما میگید
تابش بر خورشید لازم است. معناش چیه؟ یعنی انتظاری که از خورشید داریم چه؟ تابیدن است. اگر یه جا نتابت جای سوال می باشد و جای تعجب می باشد. پس بنابراین منظور از لزوم لطف بر خدا لزوم چیه؟ عقلیه. دقت دارید؟ اما حضرات اشاعره خیال کردن مراد از لزوم به وجوب لزوم به وجوب فقهیه. میگه ما چه کاره هستیم بر خدا تکلیف روشن بکنیم. دقت کردید؟ چه لزوم داره بر خدا ما تکلیف بکنیم؟ همینجا داشته باشید که منظور از لزوم عقلیه نه فقهی. برخی از بزرگان امامیه که قاعده لطف را انکار کردن، دقت کردین؟ میگه لزوم معنای وجوب شرعی که معنا نداره، از باب تفضل و تفضل که بر خدا واجب نیست. باز وجوب رو بردن روی وجوب فقهی. ما میگیم نه، جود و کرمم بر خدا چیه؟ لازمه. منظور از لزوم چیه؟ لزوم عقلیه. یعنی عقل انتظار دارد منبع جود و کرم ازش جود و کرم باید بارش پیدا بکنه به دیگران. اگر نکند جای چیه؟ تعجب هست. پس اینم یک نکته که عنایت بفرمایید. منظور ما از لزوم عقلی می باشد. خب برگردیم به بحث خودمون که آیا از باب قاعده لطف می شود علم کلام را جز معدات حساب بکنیم یا نمی شود؟ عرض کردیم که سابقا همه علمای امامیه معتقدند که در عصر حضور امام بله لطف لازم می باشد. اما بحث در این که آیا در عصر غیبت هم تبیین شریعت بر امام لازم است یا بر امام لازم نیست؟ دقت کردید؟ اینجا اون بزنگاهی بحثه. آسیتقی همه علمای امامیه قبول دارن در عصر حضور تبیین شریعت و بیان احکام بر امام چیه؟ لازم است. همونطور که بر رسول اکرم واجب بوده. لذا اگر اجماعی تحقق پیدا کرد و نظر امام غیر از نظر این جمع می باشد، لذا مخالفتش از باب لطف چیه؟ واجب می باشد. اما تمام سوال اینه که آیا در عصر غیبت هم امام چنین وظیفه‌ای دارد یا امام چنین وظیفه‌ای ندارد؟ استاد راشد، این تقسیمی که برای لطف کردی یک نوع بازی با الفاظه. چون که استاد مثلا این خدا از فقط وجوب عقلی باشد و مرد فعلیات نرسه، خب عقل به جایی نمیرسه. یعنی لطف معناش اینه که یا کاری بکند که بنده به طاعت نزدیک بشه. بلکه میگیم مثل عدالت خدا عادله. اگر عادل نباشه به چه دلیل خدا؟ چرا به چه دلیل خدا عادله؟ عدالت بر خدا واجبه دیگه. ولی اگر خدا ظالم باشه قبیه دیگه. خب قبیه این که حکم عقل یا واجب شرعیه؟ حکم عقله. ولی خب واجب عقلی دیگه. بس واجب شرعی که واجب شرعی نیست. نستجیب بالله بگیم اگه خدا این کارا نکنه ظالم عذابش میکنن؟ خدا اگه نه کدوم رو بگیم؟ همون ظلم؟ ظلم انجام بده خدا رو عذاب میکنن؟ نه. پس واجب شرعی نشد دیگه، میشه واجب عقلی. اون مرحله صفات خداونده. قاعده لطف میگه شیخ خدا الان من بحث کردم، الان شما میگید انجام میدن که بنده به طاعت بله نزدیک. این بایتی که می بایت عقلیه یا بایت شرعیه؟ این بایت شرعی و عقلی همون درست کردن دیگه. یه فقط بازی با الفاظه. از دارم میگم بایت شرعی واجب شرعی رو شما تو به معنی الزامه، لازمه. همین لزوم دو قسمشه، لزوم
عقلی داریم، لزوم نقلی داریم شرعی. آیا این لزومی که ما میگیم لزوم عقلیه یا لزوم فقهیه؟ همون لزوم عقلی جبر لازم میاد یا نمیاد؟ از میکنم ما دونیم لزوم عقلیه، اما لزوم شما از کنم شیخ خدا احکام آیا احکام خمسه که ما میگیم عقلیه یا شرعیه؟ اونجا شرعیه. خیلی خوب، آیا این احکام شرعیه رو برای خدا میشه بیان بکنیم یا نمیتونیم؟ بله میشه. چرا؟ استغفر الله. چجوری دیگه گوش کنید دیگه شما آقا همه احکام شرعی برمیریزه به گوش بده آقا جان، همه احکام شرعی خمسه برمیگرده به ثواب و عقاب. معنی نداره ما بگیم که خدا این کار کنه بهش ثواب میدیم، اگه این کار نکنه عقابش میکنیم. بله بله احکام شرعی همین. نه این که من در دایره طاعت مولا باشم اینجا چی عقل حکم نمیکنه مگه؟ عقل حکم میگه مدحش میکنه، ثوابش نمیدن. مدحش چیه؟ همون مدح در خارج چیه؟ از میکنم ما میگیم الحمدلله آفرین همون فقط همون میگه در آخرت چیزی میده بهش. برای خدا داریم میگیم شیخنا، آیا وجود شرعی میکنه مدح میکنه مثلا من اطاعت میکنم عقل حکم میگه من اطاعت میکنم خدا چیزی میده مدح میکنه. خدا چیزی به بنده میده اما از طرف بنده چیزی به خدا داده میشه؟ نمیشه. خیلی خوب ما همین داریم میگیم. پس ما میگیم لطف بر خدا واجب است، یعنی چی بر خدا واجبه؟ که خدا این که مثلا ما خدا یک سری مقدمات رو فراهم بکنه که نه بر خدا واجب است یعنی چی؟ هیچ چیزی بر خدا واجب نیست اصلا. پس الان شما الان عدالت بر خدا واجب یا نیست؟ بله؟ عدالت بر خدا واجب یا نیست؟ بله عدالت جزء صفات خدا بله. خب چرا کی میگه واجبه؟ بله واجب نمیگه عقل حکم میگه خدا عادل باشه. عقل حکم میکند یعنی چی؟ بابا جان همین معنای لزوم دیگه، یعنی عقل حکم میکنه خدا باید این باشه، این باید عقلی حکم عقلی هستم واجب. باید نمیگیم، میگیم اگر خدا عادل نباشد عقل قوی میدونه. عقل قوی میدونه یعنی چی؟ همین مقدار اینکه واجب باشه. خیلی خوب عرض میکنم شما همون تفکیک بین وجوب عقلی و وجوب نقلی رو داشته باشید به این نتیجه میرسید انشاءالله. خیلی خوب. خب الان این آقایونی که اینجا هستن تفهیم شده، همه قبول کردن. آقایون هم که بعد آقایون هم که دارن خیلی خوب آقایون هم که دارن استماع میکنن هم حرف ما رو شنیدن هم حرف شما رو انشاءالله. هم از سکوت هم از اقرار و عدم اقرار. خب آقا جان بگذاریم خدمت شما عرض کنم که پس بحث در این است که آیا در عصر غیبت هم بله وظیفه امام تبیین احکام هست یا در عصر غیبت وظیفه امام تبیین نیست؟ اینجا دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه مرحوم شیخ طوسی و من تبعه است، معتقدند که در عصر غیبت هم وظیفه امام تبیین احکام شریعت است بر اساس قاعده لطف. توضیح فرمایش مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند که اگر در عصر غیبت فقهای امامیه اجماع بر قولی داشته باشند از دو حال خارج نیست: یا نظر مبارک امام موافق نظر مجمعین است
یا نظر امام بفرمایید مخالف نظر مجمعین است. اگر نظر امام موافق نظر مجمعین باشد فهو المطلوب. اما اگر نظر امام مخالف نظر مجمعین باشد و هیچ دلیل نقلی از کتاب و سنت بر مخالفت امام وجود نداشته باشد، بنا بر قاعده لطف بر امام واجب است که حق را در این مسئله بیان کند. دقت فرمودید؟ آیا حمیدی لطف رو چه معنا کردیم؟ کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. میگه اگر نظر امام خلاف نظر مجمعین است، فرض هم این که هیچ قرینی از کتاب و سنت بر این مخالفت و نظر امام نداریم و نظر امام هم خلاف نظر مجمعین است، بر امام واجب است که اون مخالفت خودش رو یک جوری اظهار بکند و الا ما داریم به فتوای مجمعین عمل میکنیم که در واقع طاعت نیست. و حالا اینکه طبق قاعده لطف وظیفه امام چیه؟ بله، وظیفه امام اینه که مکلفین رو به طاعت نزدیک کند و از معصیت الهی دور بکند. این حرف جناب شیخ توسی و من تبعه است. پس اگر یک جایی ما اجماع داشتیم به هیچ مخالفتی از امام برای ما اثبات نشده است، این اجماع کاشف از رأی معصوم می باشد. و چه کاشفیتشون چه؟ قاعده لطفه. میگه اگر نظر امام غیر از این بود باید نظر خودش رو بیان میکرد. ادامه بدید. اما سید مرتضی و من تبعه آن است که در اصل غیبت در جایی که نظر امام موافق نظر مجمعین نباشد اظهار حق بر امام واجب نیست. مرحوم شیخ چی میگفت؟ بر اساس قاعده لطف بر امام اظهار واجب بوده، اما ایشون میفهماد در اصل غیبت بله بر امام اظهار مسئله لازم نیست، ولی نظر امام مخالف نظر مجمعین باشه. چرا؟ مرحوم سید مرتضی میفرماید از آن جایی که اختفا و غیبت امام معصوم ما مکلفین هستیم، لذا خود سبب محروم شدن فیض از امام معصوم هستیم. از جمله فیضی که از امام محروم هستیم
بیان احکام توسط امام است. لذا مقصر ما هستیم، نه امام معصوم علیه السلام. یه لحظه دقت کنید. جناب سید مرتضی و منطبش میگه آقا مقتضی برای تبیین باید باشد، مانع هم مفقود باشه. امام در او اقتضای تبیین هست چون امامه، شد، اما باید مانع هم چی باشه؟ مفقود باشه. یعنی کسی مانع ظهور و بروز نظر امام نباشه. و حالی که داریم میگیم و غیبته منا، غیبت امام معصوم از لایه ما می باشد. پس چون مانع مفقود نیست، امام دیگه وظیفه نداره. چرا ما از طاعت حقیقی و معصیت واقعی داریم محروم میشیم؟ وصول نستجیب بالله و تقصیر از امام نیست. این مشکل از ما بی باشه. بله اگر مقتضی موجود مانع هم مفقود باشد، واجب است بر امام تبیین حکم کنه. لذا اگر اجماع مجمعین برخلاف نظرش باشه، میاد نظر خودشو بیان میکنه. اما وقتی که مانع مفقود نباشد، اینجا تبیین احکام شرعیه که مصداق از مصادیق لطف می باشد بر امام لازم نمی باشد. پس جان کلام اینه. شیخ طوسی چی میگه؟ میگه آقا تبیین وظیفه امام است لقاعدت لطف مطلقا، چه در اصل در حضور. مرحوم سید مرتضی میگه تا یک جا من با شما هستم در زمان حضور، بله قاعده لطف اینجا جاری میشه، اما در اصل غیبت قاعده لطف جاری نمیشود. پس بنابراین ما از اجماع طبق قاعده لطف نمیتوانیم کشف کنیم رضایت معصوم را. پس چه رایته؟ میگه طبق اجماع تضمنی، یادتون هست تو گفتیم، یا از راه اجماع حدسی ما میتوانیم نظر معصوم رو کشف کنیم. از راه قاعده لطف نظر معصوم کشف نمی شود. ادامه بدید، عنوان بسیم بقیش باشه برای فردای دستی. اما شیخ طوسی این استدلال مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه را نمیپسندد و چنین میفرماید و هذا عندی غیر صحیح. آقای فیاض هذا به کی برمیگرده؟ این فرمایش مرحوم سید مرتضی با تمام احترامی که براشون میگذارن، چون شیخ طوسی بعد از شیخ مفید و سید مرتضی هست. بارها عرض کردیم ما همه سر سفره بزرگان نشستیم، اما این دلیل نمیشه که هر حرفی هر بزرگی زده در بست قبول بشه. نگاه کنید این حریت علمی در کلام مرحوم شیخ طوسی. و هذا غیر صحیح، نمیگه آقای فیاض غیر مفهوم من نمیفهمم، نه، هذا غیر صحیح. این کلام مرحوم سید مرتضی نزد من شیخ طوسی صحیح نیست. حالا فردای درسی انشاءالله به محضر شیخ طوسی میریم، زانوی ادب میزنیم، فرمایش شیخ طوسی رو بشنویم. دقت کردیم؟ خب حرف سید مرتضی تبیین شد. چرا مرحوم شیخ طوسی میگه ما بر اساس قاعده لطف میگیم تبیین احکام شرعی بر امام لازمه مطلقا، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. پس چرا اگر چنینه مرحوم سید مرتضی میگه نه، در عصر غیبت
تبیین بر امام لازم نیست. چرا؟ چون میگه مشکل از ماست، مشکل از امام نیست. حالا انشاءالله تو جلسه بعدی باید بیاییم فکر کنیم که آیا واقعا غیبت مانع از تبیین می شود؟ بله؟ ولی سبب غیبت ما باشیم. اراد فرمودید؟ ولی سبب غیبت ما باشیم. آیا این وظیفه یعنی تبیین حکم شرعی باشد بر اساس قاعده لطف از دوش امام برداشته میشه یا اینکه نه ولی سبب غیبت ما باشیم اما امام همچنان وظیفش تبیین احکام شرعی می باشد. این انشاءالله برای جلسه آینده به شرط حیات و سلامت و توفیق انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد. محتاج مداجان محتاج